سلام. هلو. امیدوارم حالتون خوب باشه. بیاین بریم که امروز رو با هم دیگه ولاگ کنیم. موهام نمیدونم واقعا چیکار کنم، چون که خیلی حجمش زیاده. صبر کن. به خاطر همین فقط جلوی موهامو این چند تا چتری رو اتو کشیدم، چون که چندین ساعت وقت میبره من اگه بخوام همه کل موهام رو اتو کنم یا اتو بکشم، هرچی. به خاطر همین گذاشتم که اینجوری به حال خودش بمونه و همین. بریم که ولاگ رو شروع کنیم. یه دونه از این چیزا خریدم. از اینا. و از اونجایی که من هر کاری که شروع کنم و باید تموم کنم، امروز فردا اینم تموم میکنم و خیلی خوشحالم. خب یه چند تا از اینا گرفتم، الان میام نشونتون میدم. کتابی که این روزا دارم میخونم، بوکمارکمه. اینو خریدم، برچسب پرنسس دیزنی. اینو خریدم و اینم انیمه است فکر کنم. ندیدم اصلا، نمیدونم کدومه. چیزه؟ نه نیست. اینم خریدم تازه. گوگلیه. بریم سراغ درس پنج.
چقدر کیوت این. یه گوشش بالاست یه گوشش پایینه. خیلی دوست دارم رنگامیزی رو دوباره شروع کنم. رنگامیزی شخصیت های انیمه. مثلا اینو دیده میشه. هاول. من کاملا با شهرش رو بزرگ شدم، به خاطر همین فکر کنم بالا 1 میلیارد بار دیدم. پونیو نیست هیچ جا، نه فیگورش هست نه از این کتابای رنگامیزی، هیچی. خیلی نازه. خودم ببرم اینا رو چاپ بدم. معلومه موشیه. من تو دنیا خیلی بیشتر از همه چیز گارچ دوست دارم. گارچ. سرعت اینترنت هر روز داره اصلا اینترنت نیست. اینترنت که نیست، بریم سراغ درس. روز من با زبان خوندن میگذره. زبان چینی، زبان انگلیسی. مهر ماه که کاملا هر روز داشتم زبان انگلیسی میخوندم، هر روز داشتم زبان چینی میخوندم. از اون ور داشتم کارای ثبت قانونی برند لباسم رو توی چین انجام میدادم. اسمشو با لوگوش با همه چیز، چون خیلی خاصه، خودم طراحی کردم لوگوشو. بعد همه اونا بره ثبت، بره تاییدیه، همه اینا توی چین. کلن مهر ماه با اونا گذاشت و هیچ چیزی نبود که بیام مثلا فیلم بگیرم و بگم دارم این کارا رو میکنم. و تا اون تایید نشده بود من دو دل بودم که میگفتم که شاید نشه، شاید بشه. مهر ماه من اونجوری گذشت. الانم آبان ماهه، بازم زبان چینی، بازم زبان انگلیسی. همین. من از وقتی یادم میاد دوستی نداشتم. عجیبه. نه تو مدرسه نه تو دانشگاه، هیچ جا. به خاطر همین اصلا میدونم که چجوری با تنهایی کنار بیام. پازل درست میکنم، کوبلم میبافم، نقاشی میکشم، آهنگ میذارم، آهنگ میزنم، اون پشت گیتار هست. بعد زبان چینی میخونم، زبان انگلیسی میخونم، هدف میذارم، بهش میرسم، تیک میزنم، اعتماد به نفسم میره بالا. بعد ورزش میکنم،
این کارهایی هست که فعلا میتونم بگم. فیلمنامه مینویسم، بعدش طراحی لباس، کتاب میخونم. کتاب خوندن یک بخش بزرگی از زندگی منه. اون لحظاتی که دارم کتاب میخونم واقعا میگم بهترین لحظات زندگی من. کتاب میخونی، با آرامش میشینی، محو کتاب میشی. بعضیا با فیلم گرفتن درس میخونن. من اصلا نمیتونم با فیلم گرفتن کاری انجام بدم. از این پاک‌کن‌ها خریدم. بوش کلا من عاشق پاک‌کن، چتر، بعد من کلا عاشق همه چیزم. از اینا خریدم برای کوبلانم که امروز به بافم تمامش کنم. بعد چیکار کنم؟ بعد بشینم بازم زبان بخونم. من اصلا جلوی دوربین نمیتونم زبان بخونم. فکر نکنم از این به بعدم بیام جلوی دوربین زبان بخونم. اولم میخونم بعدش میام جلوی دوربین. بهترین کاره، چون که اصلا نمیتونم تمرکز کنم. بعد همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. بای بای.